بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. از یافتای رقم در امان باشین. درس خود شروع میکنیم. این درس امی هفته اصلی تان که است، در صفحه آخرش اینی درس است. این بسیار درس مهم است. این را شما میگیرین اول قیچی میکنین، بعد از او کتازی تمرین میکنین. ولی من هم برای از که براتون به زبان مادری تکرار شوه یک دفعه کلش میخوانم و براتون ترجمه میکنم. یادتان نره که قیچی میکنین و باید بسیار تمرین میکنین چون در امتحانتان به خیر میاید. Vad äter du till frukost? چی میخوری تو برای چای صبحت؟ شما باید پیش خود فکر کنید چی چیز شما در چای صبح میخورین یا جوابش یاد داشته باشین. Jag äter ost med mjölk till frukost. Vad äter du till lunch? چی میخوری تو برای نان چاشت؟ Vad äter du till mellanmål? چی میخوری تو برای نان بین چاشت و شام؟ یعنی طرفای دو بجه. Vad äter du till middag? چی میخوری در نان شوت یا شامت؟ Vad dricker du till frukost? چی می نوشی در چای صبح؟ مثلا چای خالی، شیر، جوس، چی می نوشی؟ Vad dricker du till lunch? چی می نوشی تو برای نان چاشت؟ در نان چاشت چی یادت داری که بنوشی؟ Vad dricker du till mellanmål? در طرفای دو بجه چی می نوشی؟ Vad dricker du till middag? و در نان شو چی می نوشی؟ اینجا هم Vad tycker du om؟ میگه چی خوش داری تو؟ tycker om یعنی خوش داشتن. Vad tycker du inte om؟ و چی را خوش نداری؟ یعنی تو باید اینه میره بفهمی که بر معلم بتونی که در روز امتحان تشریح کنی که کدام چیزا را تو خوش داری، کدام چیزا را تو خوش نداری. تو باید بتونی برش بگویی که jag tycker om مثلا juice، بانان، apelsin، مثلا ریس، kyckling، bönor، انتر. باید تشریح بکنی و این هم باید گفته بدانی که چی چیزا را تو خوش نداری، کدام چیزا را تو خوش نداری. باید بر معلم در روز امتحان تشریح بدانی. Vad äter du؟ چی میخوری تو؟ Vad äter du؟ چی میخوری تو؟ Vad äter du inte؟ چی را نمیخوری؟ مثلا مقصدش است که عادی در روزهای روزمره کدام چیزا را میخوری و کدام چیزا را نمیخوری. مثلا ما شما گوشت خوک نمیخوریم، وین نمیخوریم، öl نمیخوریم. این را میتونین در Vad äter du inte بگویی. منم میخورم فلسک، کött، وین، öl و دیگه چیزا. و چی چیزا را میخوریم؟ و چیزایی را که میخوریم میتونی که برش بگویی که این چیزا را ما زیادتر میخوریم. Vad dricker du؟ کدام چیزا را زیادتر عادت داری که تو بنوشی؟ Vad dricker du inte؟ و چی چیزا را تو نمی نوشی؟ Vad handlar du؟ کدام چیزا را خریداری میکنی؟ مقصدش از اینمی غذاست. یعنی که بازار میری زیادتر مثلا گلپی میخری، کچالو میخری، کدام چیزا را میخری؟ Vad handlar du inte؟ و کدام چیزا را تو خریداری نمیکنی؟ Var handlar du mat؟ از کجا، از کدام مغازه مقصدش است. Var در کجا تو خریداری غذایت میکنی؟ Var handlar du dryck؟ از کجا غذایت خریداری میکنی و از کجا نوشیدنیایت تو خریداری میکنی. درست است؟ خب اما قدر بود میایم سر اصل کارخانگی. این تمرین بود که برای امتحان بسیار ضروری است.
اصل کارخانگیتان از اینی قسمت هاست، این اینجاست. این از اینجا شروع میشه. فکر کنم که پیش از این نیست. پیش از یجده نیست. کارخانگیتان از این قسمت شروع میشه. مونداگ 22 یونی. دراستریک میگه خط کش کن. خط کش کن یعنی تصویر ببین که به کدام نوشتم مطابقت دارم. مثلا یه چی میگه؟ ابرجین خط شکش میبینی این اینجا. مثلا اینی من براتون میخوانم آووکادو، پاپریکا مرچ میگه، ابرجین بانجانه میگه، مرد زردکه میگه، اپلسین مالتا میگه. خواهی خلاص شدیم. Måndag 22 juni skriv namn på frukt och grönsaker. میگه نوشته کنین نام میوه‌جات و سبزیجات. En tomat, en vattenmelon, en gurka, en banan, en lock. از اینجا انتخاب میکنین و در اینجا نوشتش میکنین. Vi har måndag 22 juni. Vad heter det på svenska? چی نام داره ای در سویدنی؟ ایره میبینین با دی امو سیشه القا میکنین. درست است؟ ایره میبینین از این سه تار کدامش درست است امو را القا میکنین. ای هم کارخانگی امروزتان است. Vad tycker hon om? چی خوش داره او؟ Vad tycker hon inte om? کدام چیزا را این دخترک خوش داره و کدام چیزا را خوش نداره. نوشته کنید. Hon tycker om مثلا paprika. و ایش چی میشه؟ چلی پاست سرش نه؟ Hon tycker inte om. هم تو دوام میتین. خلاص شد. خب کسایی که دل تید از کار خانگیشم اینجا خلاص میشه. کسایی که هیل تید از دوام میته به اینی بخش. اینی کارخانگی روز جمعه ما رخصتی بود. کارخانگیش ماند. ما گفتم تام در روز جمعه رخصت هستین. کارخانگی نکنین. از او خاطر میتونین که اینی کارخانگی را هم امروز انجام بدین. و کارخانگی دیگه تان در هفته 9 که میایه برتان و انشالله تا روز شاید رسیده باشه یا برسه. من نمیفهم مولی برتان پست کرده. کارخانگی نوتان در اونجاست. درست است؟ دیگه فیلم که لیسا برتان روان کرده او فیلم چندین بار ببینین. بسیار فیلم مفید است. برای امتحانتان کمک میکنه. خدا کنه که فهمیده باشین. روز خوش، وقت خوش. خداحافظ.